الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقبل الله أعمالنا وأعمالكم جميعا إن شاء الله. أسعد الله أيامنا وأيامكم بميلاد الإمام العسكري عليه السلام والد صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. رزقنا الله في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. اولش درباره خوشحالیم و خرسندی میگم که اینجا بین شما هستم و سالیان سال بین شما بیدم. هم یادی میکنیم از کسانی که بینمون بیدن حالام نیستن، چونه که انشاءالله حالا پیش امام عسکری هستن مثل سید عبدالحسین، مثل سید امیر، چه اینه که انشاءالله به زودی زود بین ما برگرده مثل سید محمد علی و سید عبدالنبی و بقیه انشاءالله. به نور و برکت این میلاد درجاتشون بالاتر و بالاتر برد باذن الله. شیخ مفید وقتی درباره امام عسکری حرف میزند اینجوری حرف میزنه: کان الامام من بعد الامام الهادی هو الامام العسکری علیه السلام. راه اثبات امامت امام عسکری دو راه انتخاب میکنه شیخ مفید قدس الله نفسه زکی. یکی که وقتی میگردن به تاریخ میبینن که بهترین اهل زمانش امام عسکری بیده، چه مخالف چه مؤالف این مسئله ذکر کرده. لیدا میگه و تقدموا ما له من الفضل و تقدموا على کافة اهل عصره مما یوجب الامامة و الرئاسه. چه خلالی و صفاتی داشت امام عسکری سلام الله علیه من العلم و الزهد و کمال العقل و العصمه و الشجاعه و الكرم و کثرت الاعمال المقربه لله. امام عسکری سلام الله علیه یک شخصیه استثنایی بود زمان خودش. بعد میگه ثم لنص ابیه علیه که نصوص متواتر بگیم نصوص مستفید و زیاد داریم تو امامت امام عسکری سلام الله علیه که جالبن. حالا کم کم وارد بحث میخوام بشم. اینن که امام عسکری سلام الله علیه زندگیش خیلی تو خفاء بیده. یعنی بعضیا امام عسکری سلام الله علیه دیدن بعد از شهادت امام هادی. روایت داریم صاحبكم بعدی الذي يصلي علیه حرف امام هادی سلام الله علیه ولم يكن يعرف ابا محمد العسکری قبل ذلك. یه جورایی امام هادی تدبیر کرده بود که امام عسکری تو خفا زندگی کنه. خب چرا؟ ما میخوایم جواب این سوال بدیم و وارد بحث بشیم انشاءالله. اصلا شاید تنها امامی هن که حرف سر جاگهی که به دنیا آمده کجا هم. بعضی ها میگن تو مدینه، بعضی ها میگن تو سامران. میلاده بالمدینه او ولد بسر من رأى یا سامرا. خب انسان سوال میاسش خب چرا واضح نی مثلا مثل بقیه معصومین که دنیا آمده تو مدینه یا سامرا؟ چون که بعضی ها میگن قبل از تبعید امام هادی از مدینه به سامرا دنیا آمدت امام عسکری و 2 سال تو مدینه زندگی کرده بعد رفته سامرا. بعضی ها میگن نه تو سامرا به دنیا آمده. خب این جای سوالن. یه جورایی نمیخوان امام عسکری بین مردم باشه، فقط چند تا از خواص ببینن سی امام عسکری. اصلا چرا لقبش امام عسکریه؟ حتما دیگه به ذهنتون رسیده که امام عسکری چرا لقبش عسکریه. یه وقتی حکومت بنی امیه اولش تو دمشق بیده و سوریه بیده. بعد از که بنی العباس سر کار میان عاصمشون و حرکتشون تو عراق میشه و بغداد. یه فتره خیلی کوچیکی زمان مأموم و امام رضا میرن به سمت خراسان، دیگه دوباره برمیگردن به سمت بغداد. این که کم کم جلو میره حاکمیت بنی العباس. بعد که میان حکامی بعد از هارون بعدیا یه وقتی محتاج میشن ارتش از بیرون بیارن، افرادی از غیر عراقی بیان و
ارتششون بگیرن. خب یه ارتش میاره از عراق. خب شما تصور کنید که یک ارتش، حالا به عربی یک جیش، مثلا تو بازار میخوابره، بین خونه ها میخوابره، خب مشکلن دیگه. و میرن شکایت میکنن پیش همون حاکم، پیش معتصم میرن و میگن این چه وضعیه، مثلا ارتش تو وسط بازار داره میره تو میاد، ما اذیت میشیم، چه بکنیم؟ تدبیر چنن؟ میرن انتخاب میکنند یک محله، یک منطقه که دورن از بغداد، میذارن کل ارتش، مسئولین ارتش و بقیه اونجا برن. یک محله که خوش آب و هوا، لذا اسمش نهاده بیدن سر مرآ، یعنی سر مرآها. حالا اگر هم مراجعه کنید فقط تکمیل مطلب، بعضیا میگن سامرا برمیگره به اسم خیلی قدیم، به حضاره عراقیه خیلی قدیم، لکن مشهور این که سر مرآ بیده، ای سر مرآ میگن تا میشه سامرا، که حالا تبعیدن دیگه، تو عسکرن. دو، تو یک منطقه شده که کلش لشکرن و ارتشن، ای دو. سه، محله هم که نشسته توش محله قادن و عسکریان و بقیان، ای سه. چهار، تو خود خانه امام عسکری هم جاسوس بیده. شما تصور کنید چند تا لایه شد؟ 3-4 تا لایه. حالا امام عسکری سلام الله علیه چه باید بکنه؟ هم باید حفظ دین کنه، هم باید هدایت مردم بده، هم باید دنبال عدل و قسط بره و حاکمیت اسلام بره، هم باید امام زمان هم حفظ کنه و یه تدبیر کنید که کسی از امام زمان هم خبر نشه. شما تصور میکنید سختی کار؟ تو کل لایه ها امام عسکری باید کل ای کاری که و مسئولیاتی که داره باید انجام بده. یک جوان 22 ساله، 23 ساله، این قدوان سیما، این اسوان سیما. میشه دخواد دو راه باشیم. گفتم حالا معصوم میخوام ببینم از نظر خودمون، و الا معصوم اجلن از حرفی که خودمون میخوام بزنم. یا وقتی یک جوان داخل این مقام بشه، داخل این جا بشه، تسلیم میشه دیگه، یه اسپسیش میاد میگه ما حالا چه کار کنیم؟ از تو خونه تا آخر کارمون ما محاصریم دیگه، تو انزوایم، چه کار میخوام بکنم؟ یا یأس و ضعف میاد داخل زندگیش، یا نه راه انبیا، راه اوصیا، راه شهدا که ما داخل سالگردشون هستیم، راه مبارزه، راه ابتکار، راه امید به خدا، راه توکل به خدا، که انسان یک کاری کند بتونه تو سخت‌ترین شرایط کار و انجام وظیفه بده که خدا بهش محول داده. این کاریه که امام عسکری سیما نشون میده. حالا دربارش بخوایم حرف بزنیم. این مسئولیتیه که امام عسکری سلام الله علیه انجام داده سلام الله علیه. راه انبیا، استعینوا بالله واصبروا ان الارض لله یورثها من یشاء من عباده والعاقبة. بله، ای راه انبیاء، ای راه اوصیاء، ای راه شهداء. ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. ای راهی که امام عسکری انتخاب کرده. حالا اگر عملا و کاربردیش میخوایم بکنیم، امام عسکری چه انجام داد؟ اگه ما میخوایم میگیم اولین کارین، گفتیم دیگه مسئله کرامات، مسئله ولایت تکوینی، معصوم دخالت داشته تو کار، لکن حالا ما به حسب وقت میخوایم حرف بزنیم یک کارین که یک جوونی میخواد انجام بده مبتکرانه. اولین کارین که امام عسکری سلام الله علیه میخواد انجام بده، باید انجام بده توی وضعیت، چه باید انجام بده به نظرتون؟ چه کار باید بکنه؟ اولین کار چه باید بکنه؟ تهیئه؟ احسنتم، وکاله که میگیم سیش وکاله، عمار که میگه باید وکیل پیدا کنه، باید یک کسی پیدا کنه در از این حصر بتونه کارا انجام بده. باید یک تشکیلاتی از مردم مؤمن و متدین ایجاد کنه که بتونن کاراش انجام بدن تو در از عراق، تو خود عراق. لذا پرورش افراد متدین تو رأس قائمه مسئولیت امام عسکری بید سلام الله علیه. این چیزش میگیم سیش همین نظام وکاله، وکیل امام، وکیل معصوم تو امور اجتماعیش. این تو زمان پیغمبرم بیده صلی الله علیه و آله. وقتی امیرالمومنین هم میفرستاده، امیرالمومنین هم خودش یه وقتی مالک هم میفرستاده سلام الله علیه. لکن کجات این مسئله، کجا حساسیت پیدا که خب مردم دسترسی داشتن به پیغمبر او وقت، لذا خود همین وکیل و وکاله خیلی اثر او بزرگی نداشت، یا اثر داشت لکن نه مثل حال زمان امام عسکری، زمان امام هادی. تو دسترسی نداری با معصوم، چند تا لاین
فحالا وکیل دیگه دورش یک دور حیاتی هن اگه میخوایم بگیم. بقاء دین و استمرار دین روی وکلا و ساده. لذا پرورش خود همین وکلا یک مهمه خیلی بزرگی بود که گفتم دیگه از اواخر زمان امام جواد، امام هادی شروع شد تا زمان امام عسکری سلام الله علیه. یکی از مثال اصحاب امام عسکری و خلصش عثمان بن سعید عمری ابو عمرو و پسرش محمد. عثمان بن سعید عمری که بعد چه میشه؟ سفیر اول. احسنتم. و محمد فرزندش سفیر دوم میشن. خب این باید امام عسکری، امام هادی یک کاری کنن اینا جا بیفتن بین مردم اطمینان پیدا کنن به حرفاشون. مردم که میخوان دنبال روشون برن بفهمن که معصوم اطمینان داره به این فرد. لذا وقتی بعضیا اومدن و از امام عسکری یا تو محضر احمد بن اسحاق قمی و بقیه اینا اومدن از خود عثمان بن سعید عمری پرسیدن و درباره حرفه امام هادی و امام عسکری باش حرف زدن و گفتن اجوری قد اخبرنی مثلا احمد بن اسحاق که امام هادی این حرف میزنه العمری ثقتی فما ادى الیک عنی فعنی یؤدی و ما قال لك عنی فعنی یقول فاسمع له و اطع فانه الثقة المأمون. وقتی ما میفهمیم امام هادی ایجور چیزی به این شخصیت گفته دیگه ما میتونیم دنبال این شخصیت بریم، میتونیم دنبال تدین و ایمان ای فرد، دیگه هیچ خدشه نیست. عثمان عمری که مضاعفن تو فضیلتش و بزرگیش تو این جان که تو نفس روایت وقتی میاد میگه نه فقط امام هادی گفته، امام عسکری هم این حرف زده، ابا محمد عسکری حرف زده العمری و ابنه ثقتان فما ادیا الیک عنی فعنی یؤدیان و ما قالا لك عنی فعنی یقولان فاسمع لهما و اطعهما. تا عثمان عمری این حرف میشنوه میگه فخر ابو عمرو ساجدا و باکیا و شاکرا لله. ببینید یک فرد میتونه کجا بالا بره. ببینید یک فرد میتونه دقیقه زندگیش دقیقه زندگیش کجا بالا بره که دو تا معصوم چجوری حرفه طلایی حرف بزنن درباره یک فردی. یه جور فرد باید یه جوری بریم بالا سی امام زمانمون انشاءالله. چقدر بالان که دو تا معصوم این حرفه بزرگ و شهادت بدن درباره این فرد. این انسان شیعه باید ایجور برد بالا، شیعه باید ایجور آرمان داشته باشه، شیعه باید ایجور افق داشته باشه در زندگیش، ایجور باید حرکت کنه. جوان شیعه باید ایجور حرکت کنه. ببینید اینا ای قلهان که یک جوان شیعه میتوند ببینید ای قله ها و حرکت کنه به سمتش. لذا اطمئنان به خود وکلا از خود معصومین جا افتاد. لذا تو خود روایت ببینید دور وکلا چقدر حیاتی بیده. ازش میپرسن از عثمان عمری میگن تو صاحب امر دیدی؟ یعنی امام زمان دیدی؟ میگه ای والله و رقبته مثل ذا. و رقبته مثل ذا یعنی مثل کسی شما میبینم مدیدمش. خب مردمم با امام زمان ایمان میارن، اعتقاد پیدا میکنن. ببینید اعتقاد مردم به معصوم متوقف بید رو حرف عثمان عمری. ببینید مسئله وکاله چقدر مهم بید، چقدر مهم بید و جاش بید. حالا من این نقطه که میخوام استفاده کنم که برام نقطه بعدیش اینه، ما هم اینجوری باید باشیم. ما هم انتقادمون سی فقها، سی علما، سی متدینین نباید تو علن باشه یک جوری که مردم خدشه دار بشن به افراد. دیگه مردم دینشون از کی داره میسونن؟ مردم ایمانشون از کجا داره میسونن؟ مردم دنبال راه کی هستن؟ اگر ما اومدیم خدشه زدیم به متدینین، خدشه زدیم به علما، کی میمونه دیگه؟ کی میمونه که مردم دنبالشون برن؟ لذا ما داخل یک روایتی داریم این تو کافی شریف، یک روایت خیلی عالی از امام صادق سلام الله علیه. من روى علی مؤمن روایتا، یعنی یک حرفی زد درباره یک مؤمنی، یرید بها شینه و هدم مروءته لیسقط من اعین الناس، میخواد ارزشش کم کنه بین مردم، میخواد شخصیتش از بین مردم ببره. چه میشه؟ اخرجه الله من ولایته الى ولایت الشیطان. اخرجه الله من ولایته الى ولایت الشیطان. نه ایجوری فلا یقبله الشیطان. تصور میکنید؟ یعنی این ارزش این فرد این همه پایین میاد که شیطان هم نمیخواد یک سربازی مثل این فرد. تصور میکنید؟ خب
چون که اگر این متدین خدشه‌دار شد، سمعتش، شخصیتش، کل مجتمع خلل توش میفته. کل مجتمع متدین خدشه توش میفته تو کاراشون. یک فردی میاد 20 سال 30 سال خود شخصیت ساخته، 15 سال زحمت کشیده یک شخصیتی بسازه. خدا اینه که با یه رفتار، با یه گفتار ما بیام شخصیتش از بین ببرم. خب طبیعیه که خدا اجور واکنشی نشون میده. طبیعیه که خداوند متعال این کارا قبول نمیکنه. پس اولین کار این که امام عسکری انجام میده ایجاد یک تشکیلات که گفتیم اسمش نهادیم وکاله. خب چجور میتونه ارتباط کنه با وکلایش امام عسکری؟ خب نمیتونه تو الهیه‌ای که دربارش حرف زدیم نمیتونه اتصال پیدا کنه. میگیم با نامه، بله با نامه نوشتن. بس چجور نامه بنویسن؟ با یه روشه مخصوص و رمزی برای نامه رگاری. یه جورای امام عسکری سلام الله علیه نامه ها با یک طریقه مبتکرانه میرسون به افراد که واقعا انسان شگفت زده میشه، مدهوش میشه از کار امام عسکری عجل الله تعالی فرجه الشریف. یکی پوشش دادن افراد. خود عثمان خزیات لقبش، سمان لقبش، که یکی از انواع روغن فروش بیده که پوشش بده. نامه ها و پولا به خاطر همین کارا، بله به خاطر همین کارا منتقل میکره. یه وقت پوشش میداده افراد، یه وقتی نه. یکی از افرادی که کار میکردن با امام عسکری سلام الله علیه به اسم داوود ابن الاسود عامل بیده پیش امام عسکری. یه وقتی دید امام عسکری، شما دروازه قدیم دیدید چوبه دار داشتن، یه چوبه کوچیکی داشتن که قلف بشه در. دید که امام عسکری داردش یه چوبه ایجوری، گفتش ببرس فلان شخص. دره قدیم تخته یه چوب دراز دارتش، گفتش ببرس فلان شخص. این میره تو بازار، داوود درگیر میشه حالا سر هر مسئله. همین که درگیر میشه چوبش بلند میکنه میزنه، میبینه چوب دو نصف شده پر از نامه. ببینید ابتکار امام عسکری، با دقت تخته بریده، با دقت نامه توش گذاشته، با دقت بستونده. ببینید این ابتکار، این عدم یأس که دربارش داره صحبت میکنه. اینم جمع جور خودش میکنه، برمیگرده میبیند نه امام ناراحتن که چرا این کار کردی؟ ما گفتیم فقط این چوب ببر. چرا یه کاری کردی که باید اعتذار کنیش؟ لما فعلت ای؟ فرستاده امام سیش ایجوری میگه ولما احتجت ان تعمل عملا تحتاج ان تعتذر منه ایاک بعدها ان تعود الى مثلها. وضع سختیه. حالا یک کسی از عمال دشمنم دیده بید، حالا چه مشکلی میشد سیما؟ ببینید ابتکار امام عسکری سلام الله علیه. یکی دیگه نه، متعلقا با احمد ابن اسحاق قمی که یکی از بزرگان و خواص امام عسکری بیدت عجل الله تعالی فرجه الشریف. وقتی میرد پیش امام عسکری سلام الله علیه چسیش میگه یا احمد ان الخط سيختلف عليك. ما یه وقتی همین دوات خودکارم عوض میشه. سيختلف عليك ما بين القلم الغليظ والقلم الدقيق فلا تشکن. یه وقتی خودکارم ریزن، یه وقتی خودکارم درشتن. وقتی یه نامه سمت قم میاد دستت، درست بخون، بفهم که این خط امام معصوم سلام الله علیه. چرا؟ شما بگین سیم چرا این کار داره میکنه امام عسکری که وقتی میخواد نامه بفرسته چه توش نیست؟ ختم امام توش نیست، توقیع امام توش نیست، هیچی نکردیم دیگه. اگه توقیع امام توش باشه برسه قم، دست جواسیس برسه، هیچی نکردیم دیگه. لذا میگه با دقت ببین. یه وقتی خودکارم درشتن، یه وقتی خودکارم ریزن که اگر رسید قم، اگرم یه وقتی کسی از جواسیس دید هیچی بالاش نی، ختم امام عسکری روش نی، توقیع امام عسکری سلام الله علیه. ببینید ابتکار امام عسکری سلام الله علیه. حالا تکمیلتا روایت احمد ابن اسحاق میگه متدلم میفته خودکار امام که توش مینویسه دلم بید هدیه خودم بده، بدون که بپرسه امامم هدیه خودکار به احمد ابن اسحاق میگه. پس ببینید این هم یک درسی انسی ما. فرد باید احساس منبسطی نکنه، فرد باید احساس یأس نکنه، مخصوصا جوونا فکر بزنن، تدبیر کنن. خدا یک استعداد بی پایان داده، جوونا باید فکر بزنن یک جوری که از مشکلات بتونن پسش در بیان، بتونن یک کار جدیدی انجام بدن. گفتیم ایجاد تشکیلات، رمزنگاری که بتونیم با این تشکیلات اتصال پیدا کنیم. نقطه سومی هم استحکام این تشکیلات هم امام عسکری اصرار داشته بی بلاش.
امام عسکری سلام الله علیه تو نامه‌هاش اگه شما مراجعه کنید، نامه‌هاش یه بخشش متعلق به حقوق شرعی، مثلا ایق درهم ایق دینار اومده جواب میداده، یک بخشش هم متعلق بود به معارف الهی، درباره توحید میگفته، درباره امامت میگفته، درباره قیامت میگفته. یه جام نه روحیه میداده سی مردم، قوت میداده سی مردم، چون که مردم دورن از معصوم، دلی مردم به سمت معصوم می آورد. یک نامه دارد سی اهل قم امام عسکری سلام الله علیه اولش اجوريان ان الله تعالی بجوده و رأفته قد من على عباده، هدیه داد به عبادش، بنبیه محمد ووفقكم لقبول دينه وأكرمكم بهدايته وغرس في قلوب أسلافكم الماضين وأصلابكم الباقين توليها. حالا که تموم شد این جمله امام عسکری سلام الله علیه حالا میخواد روحیه بدد به افراد تشکیلاتش و وکالتش. فلم تزل نیاتنا مستحکمه، هنوز ما بنیانمون مرصوصن. خیال نکنید حالا ما تو حصر شدیم تو تنگی شدیم، نه، هنوز نیتمون همون نیتن، هنوز نیتمون هدایت مردم، عدالت، رسوندن مردم به سمت خدا. فلم تزل نیاتنا مستحکمه و نفوسنا الى طیب آرائکم ساکنه القرابة الراسخة بیننا و بینکم قویه. اینجا قرابت ایمانی هن، قرابت الهی هن، نه قرابت فیزیکی هن. داره میگه ما مؤمنین با هم خیلی نزدیکیم از هم. ببینید حرفه چقدر عالی، حرفه چقدر امیدبخش. وقتی میرسد به دست کسی که تو سختیه میبینید معصوم، داره میگه نیاتنا مازالت مستحکمه، قرابیکو هنوز هست بینمون. بعد آخرش یک روایتی از پدرش میگه امام عسکری، این که باید انسان واقعا با آب طلا بنویسه. یقول العالم، یعنی امام هادی سلام الله علیه، اذ یقول المؤمن اخو المؤمن لامه و ابیه. چجور دو برادر با هم خونی با هم چجور کمک هم میکنن، زحمت هم میکشن. دو برادر مؤمن هم باید ایجوری باشن. المؤمن اخو المؤمن لامه و ابیه. استحکام داشته باشید، زبر الحدید باشید، بنیان مرصوص باشید، شک و شبهه نیاد داخل دلاتون، داخل عقلتون، قوی باشید داخل زندگیتون و برید جلو. چقدر مهمه این دلا با هم باشه، چقدر مهمه این فکرها با هم باشه، چون که ما میخوایم یک شبکه مستحکمی کنیم که حرف امام زمان به کل دنیا برسونیم. باید دلا با هم باشه، باید تألیف قلوب باشه، باید همه ببینن خودشون برادرن، بلکه بیشتر از برادر. امام عسکری داره سیما میگه المؤمن اخو المؤمن لامه و ابیه. حسد، حقد، مشکلات باید یک جوری نباشد که برنجونت ای تشکیلاتا و دورش ببرد از راه خدا. ما یه مثالی خوب زدیم، یک مثالی هم بزنیم که عبرت بگیریم. یه وقتی یک فردی با اسم شلمغانی، حالا اسمش سختن، شلمغانی، محمد ابن علی شلمغانی، یکی از اصحاب امام عسکری بیده. همی که سفارت و سفیر سوام میرسد به حسین ابن روح نوبختی، حسد میگیرتش. کتاب نوشته تو فقه، ناراحت میشه، راش کج میکنه، اصلا مرتد میشه از کل دین اسلام و اعدامش میکنه. توقیع در میاد از امام زمان تو لعنش والعیاذ. تصور میکنین؟ به خاطر یه حسد، به خاطر یه حقد، به خاطر یه طمع. ببینید امام عسکری میگه ما اقبح بالمؤمن ان تكون له لذة تذله. خیلی بده. فحمله، این از بزرگان کتابمون این حرفا میزنه، میگه فحمله الحسد لأبي القاسم حسین بن روح على ترك المذهب والدخول في مذاهب الردیه یا الردیه. تصور میکنید؟ و خرجت فيه توقیعات. خب ما اگه میگیم المؤمن اخو المؤمن لامه و ابیه، استحکاممون با حقد، با حسد، با اغراض، يرحمكم الله، با اغراض شخصی، با اغراض فردی، با حب دنیا، با حب مال، با حب رئاست نباید خدشه دار بشه. امروز کجان که میخواد ترویج معارف الهی بده سی مردم، همین ماتمن، همین مسجدن، همین هیئتن و بقیه کاران.
کجا دیگه جوونا کجا میخواد گیرشون بیاد دین خدا؟ کجا میخواد گیرشون بیاد قال الصادق قال الباقر سلام الله علیهم؟ خودمون هستیم که میدیم سی مردم. پس ما استحکاممون باید قوی تر باشه، بیشتر باشه که هست و انشاءالله روز به روز بیشتر بشه. شما ببینید نوبختی، حالا آوردم مثال عثمان پسرش احمد ابن اسحاق، نوبختی یکی از عائله نوبخت میپرسن میگفتن چرا سفارت رسیده به حسین ابن روح سی خودت نرسیده؟ ببینید صلابت شخصیت چجوریه که جوانامون میخوان اسوه و قدوه بگیرن. میگن ما یه وقتی بفهمم امام زمان کجان احتمال لو بدم و حرف بزنم. و اما ابو قاسم الحسين بن روح فلو كان الحجة تحت ذيله، یعنی تحت لباسش باشه، و قرض بالمقاريض ما كشف عنه، و قرض بالمقاريض ما كشف عنه. تو ایجور سفیری میخوای، تو ایجور چه بگیم سفیر ابوالفضلی میخوای بگیرت کارا، روی روحیه، روی مدار، اینا قدوه ما هستن تو کار. اگر ایجوری شد دیگه ترسینی، حزنینی، وهنینی داخل کار. وقتی المؤمن اخو المؤمن شد تهنینی. و كأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. سالگرده شهیده عزیزمون هست ایجوریه، تو بیخ گوش دشمن هستن، مبتکرانه قوی تونستن دشمن زمین گیر کنن. سیده عزیز ما چجور میشد؟ وقتی میرن دنبال رو امام عسکری باشن، دنبال رو اهل بیت باشن، میبینید ضعف نی تو کارشون، وهنی داخل کارشون. آخرین کارن که میخوام بگم فقط به عنوان، یعنی میخوام بگم اینن که امام عسکری هم خیلی زحمت کشید که امام زمانمون عجل الله تعالی فرجه و شریف سالما غانما بتونه زندگیش ادامه بده، چون که واقعا دنبال امام زمان بیدن. هر جور شده با یک تدبیران مبتکرانه، البته با کرامات الهی، یک جورایی شد که امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف سالم سیما برسد، اگه میخوام بگم اینجوری. لذا تحریم اسم بیده اولاش. روایی که استادی خوندم العمری و ابنه ثقتان، آخر روایی میپرسن درباره امام زمان، بعد میگن چه اسمشونن؟ میگن نه فذلک محرم علیکم. چرا؟ میگه اذا وقع الاسم وقع الطلب. اگه اسمش گفتیم میرن دنبالش، دستگیرش میکنن. این همش تدبیره امام عسکری بیدد سلام الله علیه تو کارش. لذا امام عسکری یک گوشه از زحمتاش بیدد سلام الله علیه، یک جورایی که تو سخترین وضع با یک مجاهدت، با یک کار مبتکرانه، با یک ابتکار عالی تونست یک تشکیلاتی ایجاد کنه، یک وکالتی ایجاد کنه. اتصالش با وکالت مبتکرانه بیده، با یک رمزنگاری، با یک کاری تونست اتصال پیدا کنه. بعدش هم دعوت این تشکیلات میکرد که مستحکم باشن، با هم باشن، یک دست باشن، بنیان مرصوص باشن، خدشه بینشون نیاد به خاطر حقد، به خاطر حسد، به خاطر حب دنیا. بعدش هم از امام زمانمون محافظت کرد. الحمدلله یه گوشه این از زندگی امام عسکری که ما اسوان و قدوان سیمون انشاءالله بتونیم از زندگی امام عسکری بیشتر و بیشتر استفاده که مال سی جوونا. حالا بزرگام خواستم و یک کتابی معرفی کنم اسمش حیات الامام العسکری دراسه و تحلیل، مرحوم شیخ باقر قرشیان، معروفن دیگه، مرحوم، خیلی آسون، خیلی روون و خیلی عالیان. مثل این کتابا جوونا بخونن، چون که میشد انسان چند شب اصلا، یعنی فکرش میزدم امروز و آماده میشدم میگفتم حیفن امام عسکری میشد انسان تا شبها دربارش صحبت کنه. رزقنا الله و ایاکم حب اهل البیت ببرکت الصلاة علی محمد و آل محمد. صاحب الدعوة المحمدية
والشجاعة الحيدرية والصلابة الحسنية والاستقامة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والفضائل الجوادية والأنوار الهادية والهيبة العسكرية والحجة الإلهية. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ای گوهر پار فروغ زیبا مهدی، ای یوسف گم گشته زهرا مهدی، در روز ولادت پدر جان پدر تبریک مرا قبول کن یا مهدی. در حسن تو مبهوت خداوند توییم، دل داده آن نگاه و لبخند توییم، با هر صلوات و ذکر عجل فرجه ما منتظر ظهور فرزند توییم. ای اهل ولا بدر تمام آمده است، آینه نور ذوالکرام آمده است. امشب حسن عسکری از گلشن و با جلوه 11 امام آمده است. باران کرامت خدا میبارد، نور از نفس فرشته ها میبارد، صد دست گل محمدی باز امشب بر صحن و سرای سامرا میبارد. با جلوه
عشق و دلبری آمده است، پوشید لباس سروری آمده است. حسن حسن و هیبت حیدر با اوست، یعنی که امام عسکری آمده است. از مبدأ نور رو به مقصود کنیم، از مبدأ نور رو به مقصود کنیم، با هفت طواف کوی معبود کنیم. از پنجره های پنج شنبه باید پرواز به جمعه های موعود کنیم. از سپهر دین یزدان سحر زده ماه مدینه، از سپهر دین یزدان سحر زده ماه مدینه. حسن دوم رسیده آن امام بی قرینه، حسن دوم رسیده آن امام بی قرینه. از سپهر دین یزدان سر زده ماه مدینه، از سپهر دین یزدان سر زده ماه مدینه. حسن دوم رسیده آن امام بی قرینه، حسن دوم رسیده آن امام بی قرینه. گلی گشت عیان بود حیدر نشان، دهان نور مبین شده شب شادمان. گلی گشت عیان بود حیدر نشان، دهان نور مبین شده شب شادمان. حسن آمد حسن، حسن آمد حسن، حسن آمد حسن، حسن آمد حسن، حسن آمد حسن. عسکری آمد به دنیا، شهر یثرب گشت گلشن. عسکری آمد به دنیا، شهر یثرب گشت گلشن. شده از نور وجودش دیدگان هادی روشن، شده از نور وجودش دیدگان هادی روشن. ز نسل خاتمات امید عالم، به درد شیعه تا به محشر مرحمت.
نسل خاتم است امید عالم است به درد شیعتا به محشر مرهم است حسن آمد حسن ماشاءالله همه جواب بدین خونه رو حسن حسن آمد حسن حسن آمد حسن حسن آمد گلی از نسل محمد آمده از سوی سرمد گلی از نسل محمد آمده از سوی سرمد بود این نور خدایی خلق و خویش همچو احمد بود این نور خدایی خلق و خویش همچو احمد به بحر دین حق بود او در ناب همه چون ذره و بود او آفتاب به بحر دین حق بود او در ناب همه چون ذره و بود او آفتاب حسن آمد حسن حسن آمد حسن حسن آمد حسن حسن آمد یه بار دیگه بلند حسن آمد حسن در جهان از لطف داور مصطفی سیرت رسیده در جهان از لطف داور مصطفی سیرت رسیده این پسر تا روز محشر شیعه را نور امیده این پسر تا روز محشر شیعه را نور امیده بود روح صلات سراپا التفات به شیعه روز حشر بود باب نجات بود روح صلات سراپا التفات به شیعه روز حشر بود باب نجات حسن آمد حسن حسن آمد حسن حسن آمد حسن حسن آمد حسن من نسيناك أبا الهادي أيا نور البصر ومنى العين نراك في ظهور المنتظر حيث إن في ولادة الوصي 11
أنت حتما معهم في زمرتي خير البشر. وقوموا يا كرام لميلاد الإمام، هو البدر التمام وسيد الأنام. وقوموا يا كرام لميلاد الإمام، هو البدر التمام وسيد الأنام. حسن حسن آمد حسن، حسن آمد حسن، حسن آمد حسن. همه نمیگن حسن آمد حسن آمد حسن، حسن 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 آمد حسن. حسن ما نسيناك أبا الهادي أيا نور البصر، ومنى العين نراك في ظهور المنتظر، حيث أن في ولادة الوصي الحادي عشر أنت حتما معهم في زمرتي خير البشر. وقوموا يا كرام لميلاد الإمام، هو البدر التمام وسيد الأنام. وقوموا كرام لميلاد الإمام، هو البدر التمام وسيد الأنام. حسن خواهی اگر شوی تو عالی درجات، یا این که شوی شامل لطف و برکات، با عشق علی شاه ولایت بفرست بر گل پسر حضرت هادی. سرور دل عیان بود به شور و شوق دلبری، مبارک است ولادت مولا امام عسکری، مولا امام عسکری. شرور دل شود عیان شروق دلبری، مبارک است ولادت مولا امام عسکری، مولا امام عسکری. تویی امام انس و جان یا مولا، نور زمین و آسمان یا مولا، بابای صاحب الزمان یا مولا. تویی امام انس و جان یا مولا، نور زمین و آسمان یا مولا، بابای صاحب الزمان یا مولا. یوسف زهرا یا مولا، یوسف زهرا یا مولا، زهرا
سرور دل بود عیان به شور و شوق دلبری مبارک از ولادت مولا امام عسکری مولا امام عسکری سرور دل عیان بود به شور و شوق دلبری مبارک از ولادت مولا امام عسکری مولا امام عسکری تو ای امام انس و جان یا مولا زمین و آسمان یا مولا بابای صاحب الزمان یا مولا تو ای امام انس و یا مولا جان یا مولا نور زمین و آسمان یا مولا بابای صاحب الزمان یا مولا یوسف زهرا یا مولا بگو یوسف زهرا یا مولا یوسف زهرا یا مولا یوسف زهرا یوسف زهرا یا مولا یوسف زهرا تو آمدی دهی به ما درس شرافت و وفا تا که شویم پیروه تو برای ما نما دعا تو آمدی دهی به ما درس شرافت و وفا تا که شویم پیروه تو برای ما نما دعا برای ما نما دعا تو ای بهار مومنان یا مولا چراغ راه شیعیان یا مولا عزیز قلب عاشقان یا مولا تو ای بهاره تو ای بهار یا مولا مومنان یا مولا چراغ راه شیعیان یا مولا عزیز قلب عاشقان یا مولا یوسف زهرا یا مولا یوسف زهرا بلند یا مولا یوسف زهرا یا مولا یوسف زهرا یا مولا یوسف زهرا یوسف زهرا یا مولا جلوه مرتضاییت تجلی سینجلی معتکف حریم تو شویم به ذکر یا علی جلوه مرتضاییت تجلی سینجلی معتکف حریم تو شویم به ذکر یا علی شویم به ذکر یا علی به لطف و یاری خدا یا مولا رویم به قلب مبتلا یا مولا از سامرا به کربلا یا مولا به لطف و یاری خدا یا مولا رویم به قلب مبتلا یا مولا از سامرا به کربلا یا مولا یوسف زهرا یا مولا یوسف زهرا یا مولا یوسف زهرا یا بلند بگو یوسف یوسف زهرا آینه حسن ایزدی آمده است گنجینه علم احمدی آمده است یک غنچه ز گلزار امام هادی
با عطر گل محمدی آمده اللهم صل على محمد وآل يا مستمعين النظام صلوا على البدر التمام بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم صلوا على بدر التمام وعلى المظلل بالغمام وعلى علي النور الظلام أفضل الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد فمرت بها أيام الحمل وكانت تسمع صوت التسبيح والتهليل في بطنها وهو يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد والحمد لله رب العالمين فعند ذلك يقول أفلح من يصلي على الرسول وآل الرسول يا مستمعين النظام صلوا على عليه وآله وسلم وعند اكتمال العدة والشهور والليالي والأيام تشرفت ليلة 8 من ربيع الآخر اللهم صل عليه وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد تقول أم الإمام لما دخلت بشهر التاسع بينما كنت كذلك بساعة من الفجر لم أشعر بألم ولا وجع إذ بالأنوار تتساطع في كل مكان وامتلأ دار الإمام بروائح المسك والعنبر وبينما أنا كذلك أدعو الله وأتوسله بجاه هذا المولود المبارك يا مستمعين النظام استعدوا للقيام اللهم صل على محمد وآل محمد تقول سليل بينما أنا كذلك رافعة كفي إلى السماء إذ تساطعت الأنوار وضرب بيني وبين القابلات بحجاب من كشف الحجاب إلا بنور الإمام العسكري ألف الصلاة والسلام عليه يا رسول الله محمد وآل محمد علي بن أبي طالب صلوات ربي فاطمة الزهراء الحسن والحسين زين العابدين أئمة المعصومين صاحب العصر والزمان صاحب العصر والزمان كله بياض حج جليل ملا حسن والحاضرين بيض الله وجوههم ألا صل على يا محمد ألا صل على يا محمد إمام عسكري آمد خوش آمد إمام عسكري آمد خوش آمد ألا صل على يا محمد ما شاء الله ألا صل على يا محمد إمام عسكري إمام عسكري آمد خوش آمد إمام يا باردی بلندتر بگو ألا صل على ألا صل على ما شاء الله ألا صل على يا محمد
امام عسکری آمد خوش آمد امام عسکری آمد خوش آمد الا صل علی یا محمد الا صل علی محمد امام عسکری آمد خوش آمد امام عسکری آمد خوش آمد باز در هشت ربیع الثانی آمد گوهری باز در هشت ربیع الثانی آمد گوهری چون 12 اختر دیگر گرامی رهبری چون 12 اختر دیگر گرامی اختری از امام هادی و از مادری چون حدیث از امام هادی و از مادری چون حدیث زاده شد نور دیگر از تیره پیغمبری زاده شد نور دیگر از تیره پیغمبری الا صل علی یا محمد الا صل علی یا محمد امام عسکری آمد خوش آمد امام همه نمیگن الا صل علی الا صل علی یا محمد الا صل علی یا محمد امام عسکری آمد خوش آمد دارد او از مرتضی صدها نشان در برتری دارد او از مرتضی صدها نشان در برتری زهد و تقوا حسن و ایمان حلم و نیکو منظری زهد و تقوا حسن و ایمان حلم و نیکو منظری نام او باشد حسن معصوم آری از گناه نام او باشد حسن معصوم آری از گناه پیشوای 11 یعنی امام عسکری پیشوای 11 یعنی امام عسکری گویی در این زمان یک مشتبای دیگر است گویی در این زمان یک مشتبای دیگر است بر محمد میگذارم صحت این داوری بر محمد میگذارم صحت این داوری الا صل علی ماشاءالله بلند الا صل علی یا محمد امام عسکری آمد خوش آمد امام عسکری آمد بلند بگو الا صل علی یا محمد الا صل علی یا محمد امام عسکری آمد خوش آمد امام عسکری آمد خوش آمد هست و ابن الرضا و خصلت او احمدی هست و ابن الرضا و خصلت او احمدی راه او راه حسین و مکتب او جعفری راه او راه حسین و مکتب او جعفری عباس در عبادت همچو سجاده زین العابدین در عبادت همچو سجاده زین العابدین عالم و در علم و دانش همتر از این باقری عالم و در علم و دانش همتر از باقری جود و بخشش را بود بیشک به همتای جواد جود و بخشش را بود بیشک به همتای جواد موسی کاظم بود الگوی او در صابری موسی کاظم بود الگوی او در صابری الا صل علی
محمد صل على یا محمد امام عسکری آمد خوش آمد امام عسکری آمد الا صل الا صل علی یا محمد الا صل علی یا محمد امام عسکری آمد خوش آمد امام عسکری آمد خوش آمد شد ز میلادش جهانی غرق شادی و سرور شد ز میلادش جهانی غرق شادی و سرور مسلمین تبریک باد این افتخار و سروری مسلمین تبریک باد این افتخار و سروری الا صل علی یا محمد الا صل علی یا محمد امام عسکری آمد خوش آمد امام عسکری آمد خوش آمد این غزل هرچند ناچیز است من لالایقم این غزل هرچند ناچیز است من لالایقم تا بگویم وصف او را با زبان شاعری تا بگویم وصف او را با زبان شاعری همینطور کف بزن ماشاءالله ماشاءالله فقط کف بزن شب بزن ماشاءالله هرچه میخوای تو امشب شیرین از مهدی بخوا هرچه میخوای تو امشب شیرین از مهدی بخوا چون که عیدی میدهد امشب همای سامری چون که عیدی میدهد امشب همای سامری الا صل علی یا محمد الا صل علی یا محمد امام عسکری آمد خوش آمد امام عسکری آمد خوش آمد الا صل علی یا محمد الا صل علی یا محمد امام عسکری آمد خوش آمد امام عسکری آمد خوش آمد سنت باشه خوش قفله طیب الله خورشید سپهر رهبری پیدا شد احیاگر فقه جعفری پیدا شد تبریک به مهدی که به عالم امشب رخسار امام عسکری پیدا شد صل علی محمد خبری آمده که نوبت محشر شده باز خبری آمده که دوره غم سر شده باز خبر از معجزه سوره کوثر شده باز خبری آمده که فاطمه مادر شده باز صل علی ابن نخی و وسی احمد آمد ارکان علوم و سر سرمد از لطف خدا اشت ربیع الثانی زیبا گل گلزار محمد آمد بآل محمد عرف الصواب وفي أبياتهم نزل الكتاب
تقم حجج الإله على البرايا بهم وبجدهم لا يستراب. الله صل على محمد آل محمد. يا مولا يا مولا يا حسن يا مولا يا مولا يا حسن يا مولا يا مولا يا حسن يا ابن الزهراء يا ابن الزهراء يا مولا يا مولا يا مولا يا حسن يا مولا يا مولا يا حسن يا مولا يا مولا يا حسن يا ابن الزهراء يا ابن يا مولا يا مولا يا مولا يا حسن يا مولا يا مولا يا حسن يا مولا يا مولا يا حسن ایدان سوز شدی يا ابن الزهراء يا ابن آخر سرودل يا مولا يا مولا يا مولا يا مولا يا حسن يا مولا يا مولا يا حسن يا مولا يا مولا يا حسن يا ابن الزهراء يا ابن الزهراء. میاد از آسمون عشق نسیم نور دلبری میاد از آسمون عشق نسیم نور دلبری اومده ماه عالمین آقام امام عسکری آقام امام عسکری میاد از آسمون عشق نسیم نور دلبری اومده ماه عالمین آقام امام عسکری آقام امام عسکری صلوات عالم به تو روی ماه دیده ملائک شده محو نگاهت صلوات عالم به تو روی ماه دیده ملائک شده محو نگاهت دیده ملائک شده محو نگاهت یا مولا یا مولا یا حسن یا مولا یا مولا یا حسن یا مولا يا مولا يا حسن يا ابن الزهراء يا ابن الزهراء يا مولا يا مولا يا حسن يا مولا يا مولا يا حسن يا مولا يا مولا يا حسن يا ابن الزهراء يا ابن الزهراء يا مولا يا مولا يا مولا يا حسن يا مولا يا مولا يا حسن يا مولا يا مولا يا حسن يا ابن الزهراء يا ابن الزهراء يا مولا يا مولا يا حسن حسن يا مولا يا مولا يا حسن يا ابن الزهراء يا ابن الزهراء الزهراء يا ابن الزهراء يا ابن الزهراء يا ابن الزهراء يا ابن الزهراء بارون رحمت و ببار ای خداوند مهربان بارون رحمت و ببار ای خداوند مهربان به مقام مقدس پدر صاحب الزمان پدر صاحب الزمان بارون رحمت و بارون رحمت و ببار ای خداوند مهربان بارون رحمت
پدر صاحب الزمان، پدر صاحب الزمان، به روی خلایق با شده باب رحمت، از صورت نازش میتابه نور اسمت، از روی خلایق با شده باب رحمت، از صورت نازش میتابه نور اسمت، از صورت نازش میتابه نور. حالا همه با هم یا مولا یا مولا یا مولا یا حسن یا مولا یا حسن یا مولا یا مولا یا حسن یا مولا یا ابن الزهرا یا مولا یا مولا یا مولا یا مولا یا حسن یا ابن الزهرا. همه نمیگن یه بار دیگه بلندتر بگو یا مولا یا مولا یا حسن یا مولا یا مولا یا مولا یا یا حسن مولا یا حسن یا ابن زهرا یا ابن زهرا. ایشالله واسه زائرات خاک زیر قدم بشم، ایشالله واسه زائرات خاک زیر قدم بشم، هم سفر شهیدای مدافع حرم شوم، مدافع حرم بشم. ایشالله ایشالله واسه زائرات خاک زیر قدم بشم، هم سفر شهیدای مدافع حرم بشم، مدافع حرم بشم. ای پسر زهرا توی شور و نوایم، حرم قشنگت نجف و کربلا، حرم قشنگت نجف و کربلا. ای پسر زهرا توی شور و نوایم، حرم قشنگت نجف و کربلایم، حرم قشنگت نجف و آخرین بار همه با هم یا مولا یا مولا یا حسن یا مولا یا مولا یا حسن یا مولا یا مولا یا حسن یا ابن الزهرا یا ابن الزهرا. همه با هم یا مولا یا مولا یا حسن یا مولا یا مولا یا حسن یا مولا یا مولا یا حسن. سامرای تو سراسر خود فردوس خداست، سامرای تو سراسر خود فردوس خداست، سامرای تو نسیمش چقدر روح افزاست. سامرا قبله مقصود تمام فقراست، سامرا قبله مقصود تمام فقراست، کعبه و میکده و خانه امید ماست. باز هم دست تمنا سوی این در داریم
ما هوای حرم سامره در سر داریم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل يا رب على محمد وآله الطاهرين.